اعتراض، سرکوب، تجاوز، خشم، جنگ. یکی با کشیده حرف میزنه، یکی با باتون، اون یکی با تفنگ. چی داره سرمون میاد؟ چرا انقدر به جون هم افتادیم؟ یه جورایی انگار دیگه هممون به جنگ و دعوا معتادیم. دنیای بدی شده. دیگه کسی دنبال صلح و خنده نیست. تا یکی به جایی میرسه دیگه خدا رو هم بنده نیست. قحطی مرهم و سینه های هممون پر درده. هر کسی دور خودش میگرده، انگار یه چیزی گم کرده. قصه حسین کرد و همه از برن، اما تو دستشون کاسه چه کنم. گفتم دیگه من هیچی نگم این قصه، اما باز دیدم نمیتونم. یکی گفت این حرفا دیوونگیه، گفتم آره ولی کفر نیست. مثل خیلی از شعرهای تو خالی و شعرهای مفت نیست. تو این شلم شوربایی که هر کی داره ساز خودشو میزنه، هیچکی حاضر به گوش دادن نیست. آخه اینه که درد منه. بحث سیاسی نمی کنم، با بزرگا کاری ندارم، حرفم راجع به خودمونه. هر کی خودشو درست کنه این هممونو به جای بهتری میرسونه. بعد یه عمر هنوز نفهمیدیم چه کاری خوبه چه کاری بده، عوضش همش تو نخ دیروز رفته ایم و فردایی که هنوز نیومده. اونی که رفته دلش گذاشته و اونی که مونده میخواد بره. یکی همیشه در به دره و یکی چشم به در منتظره. برادر فروشی و آدم کشی شده دیگه رسم زمونه. 2 کیلو گوشت و 1 گونی برنج میخواد که دیگه هیچ مردی رو حرفش نمونه. عرب میشه وحشی و ایرانی کوب فرهنگ وقتی حرف نمازه، اما وقتی بحث زن میاد ببینیم میگیم تا 4 تاش مجازه. طرف رگ گردنش میشه این هوا که چرا قرآن رو سوزوندین. خدایی چند تا از حرفایی که قرآن زده رو به عمل رسوندیم. روز با 100 تا دختریم و شب به خواهرمون گیر میدیم. از اون ور دوست دختر فابریکمون میره پیش دکتر واسه ترمیم. مهرم حلال جونم آزاد مال زمان جد و آباد منه. سکه که بالا رفته الان دیگه نون تو طلاق گرفتنه. زور که بالا سرمون باشه عقیده هامون میشه بی اعتبار. دروغ میشه کلید رهایی و خیانتم راه فرار. درد ما جنگ هسته‌ای نیست یا کوروش که داره از یاد میره. درد ما وجدانه که هر روز سرش داره به باد میره. مقصد کجاست که نمیرسیم؟ کدوم پل شکسته؟ چرا هیچکی راضی نیست؟ اگه یاد بگیریم تو لحظه زندگی کنیم دیگه نیازی به این همه بازی نیست. قیصر امینپور گفت ساحل بهونه است، رفتن رسیدنه. یعنی طول زندگی بی ارزشه، ارزش زندگی کردنه. هدف رفتن و کامل شدنه، چون هممون از اونیم. اما اینکه کی و از چه راهی برسیم رو به خودمون مدیونیم. نمایشنامه رو یکی دیگه نوشته، اما من و تو بازیگراشیم. اگه نقشمون رو درست بازی نکنیم همون بهتر که نباشیم. تقدیر رو قبول دارم، نمیشه دستت بهش، اما سرنوشت رو که میشه دوباره از سرنوشت. بیام اینقدر به تمدن 2500 سالمون ننازیم. بیام تاریخ و فرهنگ رو از نو همین جا همین الان بسازیم. آزادی و دموکراسی آسی نیست که کسی یه دفعه واسمون رو کنه. دموکراسی رو هر کی باید اول از خونه خودش شروع کنه. کینه ها رو که دور کنیم خدا مرتب به خونه دلمون سر میزنه. اگه آروم بگیریم و خوب گوش کنیم میشنویم همیشه داره در میزنه. ما همه از اون چشمه رحمتیم که همیشه آغوشش بازه. چی میشه که نمیتونیم همدیگه رو ببخشیم؟ اینه که واسم یه رازه. نماز روزه تکمیل، حج و کربلا رفته، اما چی کار کردی؟ نون به سفره رسوندی، پشت مظلومی وایستادی، پیاده ای رو سوار کردی؟ ایناست که راه نجات، نه پیشونی های پینه بسته. هرچی دلا و راست شدی اگه دلی و شکوندی از کیسه رفته. هیچی درست نمیشه مگه اینکه اول به خودمون برسیم. بارهامون رو زمین بذاریم و دستامون رو به دست هم بدیم. اگه به خودمون بیایم میفهمیم که چه نیرویی تو وجودمونه. نیرویی که به ما فرصت خلق و تغییر میده، ما رو به خدایی میرسونه. سرتو درد آوردم، اما جون فؤاد به حرفان فکر کن. اگه فکر کردی و حال کردی بعدش تو فیسبوک شیر کن.